سلام و درودی به پایان ما را بپذیرید دوستان. باز هم برنامه نوبتی می‌آموزیم از پیشنهاد شما. در بین مردم ما یک عقیده بسیار هم درست موجود است. میگویند نوبسته از آن که زن کدبانو کدام کسب و کار را اختیار کرده است حتما باید هنری دوزندگی را بتواند و در روزگار همه روزه خود استفاده کند. از این رو ما آمدیم به مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه حالا در صنفخانه دوزندگی قرار داریم و عین حال باشد هم صحبت خواهیم شد برای آموختن هنری دوزندگی عمیق‌ترش پیش‌دامن با هنرمند آموزگار دوزنده آزاده سنگینова. من اینجا 4 نمود متو های، متوی سینتетика های، متوی ابریشمی های، پختگی های. ما ها نمیدوزیم، ما این متریال ملی خودمو پیش‌دامن رو پیش‌دامن میدوزیم. ما با همینش نقص‌تر. بله دوستان عزیز، باید قید نمایم که ما به اینجا 4 نمودی متا را به آن خاطر پیشنهاد کردیم که نه هر متا موافق است به پیش‌دامن، زیرا که پیش‌دامن را که ما بیشتر در نزد آتش استفاده میکنیم و سینتетیکی هرگز به کار نمی آید، زیرا داشت نمیتید، یعنی قوه خوب ندارد در نزد آتش. پختگی تنوک هم نه آنقدر خوب است. باید بگوییم که ما از پختگی اندکی قفستر قفستر استفاده بریم و این متای ملی ما بسیار هم موافق می آید. خب کار را از چی شروع باید کنیم بعد از آنه که متا را انتخاب کردیم؟ ما متا انتخاب کردیم. ما اول اندازه پیش‌دامن رو میگیریم. ما با 6 سانتی متر اندازه در کار برای پیش‌دامن تیار کردن آماده. پس چین میکنیم. برش باید چقدر باشد؟ برش برای پیش‌دامن ما 40 سانتی متر باشه. استانداردی است. این استانداردی رزمری که ما میگیریم برای پیش‌دامن اندازه میگیریم. باید برش 40 سانتی متر باشد، درازیش 60 سانتی متر. البته پیش‌دامن ها نیز گوناگون میشوند، بله؟ ولی اون نقشه که گویم اون نموده که امروز ما انتخاب کردیم همین گونه اندازه استانداردی و ما لازم است. بله. ما پیش‌دامنی که با اندازه 60 سانتی متر برای تیار کردن ما 65 میگیریم. حق درس هم میپرتیم اینجا. و عموما آن نفرانی که کودکان و نورسانی که به اینجا می آیند و میخواهند که هنری دوزندگی را از خود نمایند، گمان میکنم که از آن چیزهایی که در اولی درس ها می آموزند این پیش‌دامن روی مو میباشد، چون که آسان تر است و اینچنین بسیار استفاده می شود در روزگار. برای کدبانو اول پیش‌دامن، بعد رومالچه برای چی میگوید؟ در آشخانه استفاده بردن. این خیلی خوب است. طول چند ماه در اینجا کسب آموزان کسب می‌آموزند؟ ما دخترایی که میبیان طول 3 سال می‌آموزند. ما بسانی بر آنها سرتیفیکات میتیم. برای که همین دخترها همین دختن پختن در یاد گیرن برای فایده جان خودشون میشه. ما این پیش‌دامن برش 44 سانتی متر گرفتیم. 44 سانتی متر گرفتیم. این 44 سانتی متر درازیش 60 سانتی متر. ما ای سینی کیف تا میانه 30 سانتی متر میگیریم. 30 سانتی متر میگیریم. پیشک پیش‌دامن باید که 20 سانتی متر باشه. بعد این رو پوره میکنیم. از اینجا؟ اینجا پوره میکنیم تا میونه میبیم نیم دایره بعد پوره میکنیم. چون امروز متای ما زیادتی میکنه بیایید در همین راستا روی مال را نیز پاره کنیم. این رومالچه ما سال مایده تر میبیاد. باید که اندازه رومالچه ما 80 سانتی متر باید باشد. خیلی میبندیم که اینجاش 80 سانتی، ایمو 60 سانتی متر. ما باید که بعد از پاره کرده میشیم اینجاش به دراری ما میشه
чӯбеки андаке ки инаку пораги бисёр нашавад. Барое ки пораги бисёр нашавад, мо метонем бари анаминба илова кунем як румолаки фасонак мешавад. яъне дар хонадони ҳар яки мо ҳар як кадбоно ҳамин гуна матоъҳо ёфт мешавад ки хурд ҳастанд, вале бо чӣ пайваст кардан мо метавонем ки як чизи хубро рӯй кор орем. мо ҳозир ин бояд барои пешдоман, барои пушти гардан тайёр кунем. банд тайёр кунем. барои миёна бастан банд тайёр мекунем, барои пушти гардандан банд тайёр карданам баркор. бандро чӣ қадар бояд андоза? Анами бандро озу мо 60 гирем мешавад. ҳар ду тараф андозаи 60 мегирем. чӯбеки барои ки миёна бастан агар мо майдадар гирем бастан наметонем. барои ҳамин мо 60 сантиметр мегирем. каме ки дароз биёдам ҳеҷ кор намекунад. من این برای میون برای گردن سال کوتاه‌تر میگیریم. چند سانتیمتر؟ اگر خواهیم که و باشد که همین 10 سانتیمتر 50 میگیریم میشه. همین کفایه است. همین کفایه است. ما اینا سه من خیلی کرده ته میکنیم. این خیلی کرده باید دوزیم. خیلی میدوزیم. از هر دو طرفش؟ نه یک طرفش دوزیم هم میشه. ای طرفی که همین درز کشوده است همون طرفش میدوزیم جو محکم شه اوچک میکنیم خودش راست میشه. این یکمش. اگه ازی ما باش رو مولکش پورا میکنیم. مکو که وقتی که متریال کم ما میتونیم همین رو مولکا با درز دراری ما هیچ کار نمیکنم. ما میتونیم همین 30 هم گیریم میشد، 35 هم گیریم میشد. که من اینا 35 از ما گرفتیم. حق درس رو گذاشتیم 35 گرفتیم. این نقطه 35 این نقطه ایسونبه اما ما پیوست میکنیم اینجا 5 سانتیمتر مونیم میشه 4 سانتیمتر مونیم میشه. اگه ما از 4 سانتیمتر مونیم حق درس که اوج خودش توخی میشه. از من خط کشم. ما میتونیم سوزنک‌ها هم کار ببریم که وقتی که سوزنک میزنیم وقتی پاره کنی غم نمیتیه. بله متاهایی هستن که هنگام پاره کردن میجنبن. غم میتیه. ما اگر که هم متاهایی که هم خیلی باشد سوزنک میزنیم درز ما خوشروی راست میبره. و این متاها رو باید در اول درز میکنیم. درز مال میکنیم. پس از آنه که متا پاره ها را ما درزمال کردیم اکنون کار را ادامه میدیم و باید که پیوست نماییم این قسمت ها را. ما پیش ایوه بندش میدوزیم. بندهایی که با میون پیوست میشتگی میدوزیم. من میخواه کرده میدوزیم. باید دوزیم. یعنی از دو طرفش به درون قط نمودن؟ آن نفرانی که نو دوزندگی رو شروع میکنند یعنی کودکان نورزان بیشتر میتونن در اینجا نیست سوزنک استفاده کنند؟ سوزنک. پس به اثر ماشین میاره؟
خیلی دیده دوستان عزیز در سری ماشین نشسته ما این بندها رو پیوست نمودیم، یعنی برای پیوست نمودن به قسمت اساسی پیشتومن علاقه تیار می باشند. ما بنداش دوختیم، ما پیشتومن دو علامین تاکی تا میونه باید ته کنیم. ته کرده باز دوختن لازم. اینه ته میکنیم میدوزیم. درزشان خیلی ته کرده میدوزیم. گردوبا گرد میدوزیم. وقتی دوخته شدیم سونی بندکای پیوست میکنیم. پس باز هم به سری ماشین میرویم. همین درز ایسر کیفت تا میونه باید درز ته کنیم. چند سانتی متر باید ته کنیم؟ 0.5. هر چقدر همین مایده تر کنیم همین که پیشتومن ما شروع میبیاد و زیب میبیاد. ما میتونیم برای پیشتومن با گرداش آرایش دهیم پیشتومن. بله. بسیار دیدیم به هر نمود آرام میدهند. با استفاده از متاهای گوناگون هم میتوانیم آرام دهیم. ما میتونیم این گردی پیشتومن با متای کپران آرام داده میتونیم. وابسته از خواهش خودی هم کدبانو میباشد این همه؟ کدبانو همشون هر خیل آرایشتی نقص میبینن برای که همون چین دل خودشون آرایش میتونن و حتی از سنگ ها نیست استفاده میکنن. مهره ها. برای همین خیلی راست شدنی درس هرچی بیشتر باید کسب آموز دوزد. درس های راست را دوزد. بله. همین برای که درس راست شود یک دست ای پیش یک تش ای قفا میخواه راست کرده دوزین خوش رو میبیاد. بیشتر برای دوختنی کدام نمودی لباس گوییم امروز ها توجهی نورسان زیاد است؟ به لباسای ملی خدامات توجه دخترها بسیارتر زیادند. ولی میبینیم که با علاوه کردنی هر گونه نقش های ملی و متاهای گوییم دیگر خیلی یعنی خواه ادرس و اطلس باشد، خواه چکن باشد و یا دیگر آن متاهایی که امروز در مد هستند یک چیزهای نو را روی کار میارند جوانان. ما اینه ته کردیم دوختیم گرد و گیر اکو ما بندکوش پیوست میکنیم. پیشتومنی ما уже تیار. نه آنقدر وقتی زیاد را گرفت ولی یک چیزی بسیار هم لازمه آماده شد. اکنون میگذاریم به قسمت کارکردی روی مال. این رو چند سانتی متر؟ 0.5 دو بار ته میکنیم. بیننده عزیز چه خیلی خود گواه کردید ما توانستیم در دوام نه اونقدر وقت زیاد یک پیشتومن و رویمال را پر دوخته به اتمام رسانیم. مرحمت به شما نیز نشان میدیم و میسنجیم که چگونه برآمد پیشتومن ما. چه خیلی خود میبینید پیشتومن نیز به نقصان و رویمال ما نیز این گونه زیبا آماده شد. تشکر میگوییم به معلمه آزاده سنگینوه. من به دخترکای نورز مراجعت کردنی که به همه مرکزها بیان همه هنرها رو آموزن. مرکز ما 30 محفل دارد، رایگاه ما درس می آموزیم. مرحمت آمده هنرها از خود کنند. تشکر برایتان. واقعا هر نفری که یعنی نورز و یا کودکی که در دل در آینده هوس دوزنده شدن را دارد از این برنامه یک چیزی نو یک چیزی نغز را آموخته توانست.
اینجا باشد برنامه نوبتی میآموزیم با آخر میرسد. برایتان تن صحتی خانه آبادی را تمنا میکنیم.